جلسه پنجم دیجیتال مارکتینگ واقعی رو شروع می‌کنیم. همونطور که یادتون هست از جلسه قبل صحبت درباره SEO یا Search Engine Optimization رو شروع کردیم یا بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو و جلسه قبل کلاً با ایده و استراتژی گوگل آشنا شدیم که هدفش اینه که محتواهای در دسترس و خوب و با کیفیت رو در اختیار همه قرار بده و یه مقدار با ساختار سایت آشنا شدیم، چطور دسته‌بندی ها رو درست کنیم، چطور لینک های داخلی به مطالبی بدیم که دوست داریم تو گوگل اول باشه. مثلا یک صفحه‌ای اگه داشتیم و دوست داریم این صفحه جزء اولین نتایج باشه، شاید از 50 تا صفحه دیگه سایتمون به اون صفحه لینک بدیم و کارهایی از این دست. و دفعه قبل یک اسلایدی داشتیم که من باز الان اینو تکرار میکنم. این اولین نکته‌ایه که میخوام بگم. دفعه قبلم صحبت کردیم، اسمش تجربه کاربر یا تجربه کاربریه. گوگل بسیار اهمیت میده که تجربه کاربری خوبی رو خلق کنیم یا یوزر اکسپریانس خوبی ایجاد کنیم و دفعه قبل این اسلاید رو کامل صحبت کردیم. اولین مورد ساختار سایت بود که به اندازه کافی بررسی شد. دومین مورد موارد فنی هست که شاید الان هیچ ایده‌ای نداشته باشید که منظور من از موارد فنی چیه. بحث امروز ما دقیقاً این دومین مورد و موارد فنی هست که باید در سایت رعایت کنیم تا بتونیم در SEO جایگاه خوبی داشته باشیم. پس نکته مهم اینه که ما امروز هنوز نمیریم سراغ محتوا و انتخاب کلیدواژه و نوشتن متون و چیزایی مثل این. ما جلسه قبل ساختار سایت رو صحبت کردیم. امروز خواهیم دید که اگه موارد فنی سایتمون رو درست نکنیم و مشکلاتش رو حل نکنیم و یه کارهای خاصی انجام ندیم، خیلی فایده نداره زحمت بکشیم روی محتواهامون و کلیدواژه‌هامون. حالا به این بپردازیم که منظور از موارد فنی سایت چی هست و شامل چه چیزهایی هست که امروز مفصل صحبت خواهیم کرد. موارد فنی سایتی که امروز صحبت خواهیم کرد 3 تا مورد هست. اولین مورد سرعت سایت هست. خواهیم دید که اصلا سرعت سایت چه ربطی به SEO داره و چرا اگر هر چه سایت ما سریع‌تر باشه به احتمال بیشتری در نتایج اول گوگل قرار میگیریم. و دومین نکته‌ای که صحبت خواهم کرد استفاده از SSL هست که اگر نمیدونید SSL چیه، حتما دیدید که بعضی از سایت‌ها رو آدرسش رو تایپ میکنه و اینتر رو میزنیم، توی همون جایی که آدرس رو تایپ میکنیم یه علامت قفل کوچیکی سمت چپش میاد. حالا ممکنه سبز رنگ باشه یا سبز رنگ نباشه، در هر صورت اون علامت قفل نشانگر SSL هست که امروز دقیقاً خواهیم دید که اصلا چی هست و به چه دردی میخوره و چرا در SEO موثره. و سومین مورد فنی که امروز صحبت میکنم که به نظرم جذابترین موضوع امروزه اینه که چطور بتونیم کاری کنیم که گوگل از سایت ما نتایج غنی رو نشون بده. منظور از نتایج غنی که به انگلیسی rich results هست، rich results همون موردیه که یک مثالش رو دفعه قبل زدم. مثلا وقتی مقاله ما رو نمایش میده نشون بده که از 5 ستاره چند ستاره گرفته این مقاله، یا اگر ما یک سمیناری داریم نشون بده که این سمینار از چه تاریخی شروع میشه و چه ساعتی شروع میشه چه ساعتی به پایان میرسه. اگر ما یک محصولی میفروشیم، فرض کنید موبایل میفروشیم، گوگل توی نتایج جستجو بنویسه که این محصول الان در انبار موجوده یا نه، یا حتی قیمتش رو نمایش بده. یا موارد عجیب غریبی که خیلی ها بلد نیستند و نمیدونن چطور میتونن کاری کنن که در نتایج جستجوی گوگل علاوه بر اون سنیپت کلیشه‌ای این موارد هم دیده بشه. و حتما از جلسه قبل یادتون هست که سنیپت منظور هر نتیجه جستجوی گوگل بود. هر نتیجه جستجوی گوگل که 3 قسمت بود، یک عنوان بود، یک توضیح کوتاه و لینک بود، به این سنیپت میگفتیم. و امروز خواهیم دید چطور کاری کنیم که گوگل از ما ریچ سنیپت و کلا ریچ ریزالتس نشون بده، یعنی علاوه بر اون مورد کلیشه‌ای اطلاعات بیشتری نشون بده. پس بریم سراغ اولین مورد که سرعت سایت هست و ببینیم که چه کارهایی باید برای سرعت سایت انجام بدیم و بعد خواهیم دید اصلا چرا اینقدر مهم هست و موارد دیگه.
خب برای سنجش سرعت سایتمون که آیا ببینیم در حد قابل قبولی هست یا نه، از یک وبسایت معروف و مرجعی استفاده میکنیم که اسمش gtmetrix.com هست. gtmetrix.com. این سایت gtmetrix صرفا سرعت سایت ما رو نشون نمیده، خیلی موارد بیشتری رو نشون میده که به ما کمک میکنه تمام مشکلات سرعت سایت ما رو حل کنیم. الان بهتره که یک کار عملی کوچیک انجام بدیم و واقعا سعی کنیم یک سایتی رو در GTmetrix باز کنیم و ببینیم چطور میتونیم مشکلات سرعتش رو پیدا کنیم. پس من الان سویچ میکنم روی سکرین شیرینگ که تصویر مانیتور منو ببینید. اگر آدرس سایت gtmetrix.com رو در مرورگرمون تایپ کنیم به یک همچین صفحه‌ای میرسیم که یک جای باکسی داره که اینجا میتونیم اسم سایتی که میخوایم سرعتش رو بسنجیم یا ببینیم خوبه یا نه میتونیم تایپ کنیم. بهتره البته اولش این HTTPS اگه هست یا HTTP هم بنویسیم، اگه ننویسیم هم مشکلی پیش نمیاد. و این سایت GTmetrix در چند ثانیه الان تحلیل میکنه و یک گزارش کاملی از سرعت سایت به ما ارائه میده که همونطور که گفتم صرفا فقط سرعت سایت رو نشون نمیده، خیلی پارامترهای بیشتری نشون میده. ولی سرعت سایت با چه معیاری سنجیده میشه؟ با زمان باز شدنش که اصطلاحاً همونطور که روی تصویر میبینید، من ماوس رو روی این قسمت بردم، اسمش fully loaded time هست، یعنی زمانی که طول میکشه سایت ما به صورت کامل با همه المان‌ها و عکس‌ها و موارد دیگه باز بشه. اگر ما یک عددی رو دیدیم در GTmetrix که جلوش یک علامت فلش سبز وجود داره، میتونیم امیدوار باشیم که اعداد ما از میانگین اعداد بهتره. الان اگه ماوس رو من ببرم روی این فلش سبز میبینم که نوشته The average fully loaded time is 6.8 seconds، یعنی میانگین باز شدن سایت ها 6.8 ثانیه است. پس سایت من حداقل 1 ثانیه از میانگین سایت ها سریعتره و کل زمان باز شدن در این حدوده. البته یه نکته هم بگم، اگر هاست شما در ایران هست سرعت واقعی باز شدن سایتتون یه مقدار بهتر از این چیزیه که GTmetrix نشون میده، چون GTmetrix از یک سروری در کانادا به صورت پیشور سرعت رو اندازه میگیره. پس اگر GTmetrix نشون میده که مثلا 7 ثانیه طول میکشه که سایت باز بشه، مطمئن باشید اگه هاستتون ایرانه شاید 5 ثانیه طول بکشه. اوضاع بهتر از اون چیزی هست که نشون میده. پس چه پارامترهایی برای ما مهمه؟ این نکاتی که میگم خیلی مهمه، دقت کنید. اولین نکته اینه که شما اگر یک معیار بخواید بسنجید که اوضاع سایتتون چطوره، فقط برید سراغ همین fully loaded time. اگر حدود 7 ثانیه یا کمتر هست عالیه، دیگه نگران چیزی از لحاظ سرعت نباشید. پارامترهای دیگه‌ای وجود داره مثل پیج سپید سکور، یک امتیازیه که خود این سایت GTmetrix به وبسایت ها میده که حد اکثرش 100 و حداقلش هم 0 میتونه باشه. خیلی از دوستان به صورت بی‌موردی روی بهبود این عدد خیلی کار میکنن تا به سبز برسن و رده یا گرید A بشه که بهترین رده یا گرید همون گرید A هست. ولی چیزی که من اینجا میگم و اطمینان کنید و انجام بدید، اگر سرعت لود شدن سایتتون خوبه خیلی تلاش نکنید روی این عددها زیاد وقت بگذرونید و کار کنید، چون این اعداد خیلی پارامتر ارزشمندی نیست که چیزی رو نشون بده. یه مثال بزنم، این عدد اصلا از کجا میاد؟ پیج سپید سکور یا امتیاز سرعت صفحه ما از کجا میاد؟ میانگین تمام این پارامترهایی که اینجا این زیر میبینید. مثلا یک مورد این که عکس‌ها چقدر خوب اپتیمایز شده، حجم عکس‌ها چقدر خوب کاهش پیدا کرده. حالا فرض کنید من 100 تا عکس دارم، هر کدومش 1 کیلوبایت اپتیمایز نشده، یعنی حجمش کم نیست، یکم زیاد. شاید این GTmetrix به من اینجا که 92 داده امتیاز 30 بده که خیلی امتیاز کمیه و روی این میانگین 95 هم خیلی تاثیر میذاره. ولی کل موضوع اینه که حجم صفحه اصلی سایت من 100 کیلوبایت بیشتر شده.
پس چیز خیلی مهمی نیست و لزوما سراغ این نیستیم که این عدد رو بهبود بدیم. اگر این لود تایم پایین بود بعد میایم سراغ این عدد و این پارامترها که ببینیم چطور میتونیم بهبودش بدیم. مورد بعدی که باز اهمیت زیادی داره توتال پیج سایزه، یعنی اگر کل صفحه ما بخواد لود بشه حجمش چقدره؟ 1.71 مگابایت که میانگین سایت ها چقدره؟ 3.27. پس این سایت تقریبا حجم صفحه اصلیش نصف سایت های دیگه است که باز خیلی خوبه و قابل قبوله. و پس توجه کنید وقتی ما حجم صفحه اصلی سایتمون 3 مگابایته، یعنی هر کاربری فقط برای باز کردن صفحه اصلی باید 3 مگابایت دانلود کنه و اگه اینترنت کند باشه خب مسلما زمان میبره. و پارامتر دیگه که ریکوست ها هست که میانگینش 90 و عدد 29 خیلی خوبه. ریکوست چی هست؟ تعداد درخواست هایی هست که وقتی سایت ما میخواد باز بشه مرورگر مثلا کروم یا فایرفاکس یا هر مرورگری که داریم این تعداد درخواست به هاست یا به سرور میده. حالا درخواست چیه تعریفش؟ هر عاملی که لازمه از سرور خونده بشه و نمایش داده بشه یا حتی نمایش داده نشه. مثلا اگر ما روی صفحه اصلی سایتمون 30 تا عکس کوچیک داریم، اگه 50 تاش کنیم تعداد درخواستا بیشتر میشه. اگر ما بخوایم در سایت بارمون یا ستون کناری سایت 20 مقاله پربیننده رو نشون بدیم، حداقل 20 تا درخواست به تعداد درخواستا اضافه میشه. با این توضیحاتی که دادم پس خیلی ایده خوبی نیست که در هوم پیجمون مثلا تو فوتر، توی سایت بار، جاهای دیگه تا میتونیم مقالات اخیر تعداد زیادی نمایش بدیم، پرفروش‌ترین محصولات، یه حداقلی خوب نمایش بدیم. ولی اگه چیزی واقعا لازم نیست این کارو نکنیم که تعداد ریکوئستا بیاد پایین، رو سرعت سایت تاثیر قابل توجهی میذاره. و شما در عمل از GT Metrics چه استفاده‌ای میتونید بکنید؟ چه کاری باید بکنید؟ میرید تو GT Metrics همونطور که دیدید آدرس سایت رو میزنید، اینتر رو میزنید، این نتایج رو میبینید. میایید تو این قسمت ریکامندیشن میبینید کدوم اعدادتون کم هست. مثلا فرض کنید این مورد 50 به جای 92 و ما اصلا نمیدونیم leverage بروزر کشینگ چی هست. کافیه روش کلیک کنیم، جزئیات بیشتری باز میشه و میخوایم ببینیم چی هست. کافیه اینجا کلیک کنیم what this mean، اصلا کلیک هم نمیخواد، ببخشید کافیه ماوس رو نگه داریم و اینجا یک توضیحاتی میده که اصلا این چی هست و اگه اطلاعات بیشتری میخوایم میتونیم این دکمه read more رو بزنیم. و باز یه نکته بگم که شاید جالب باشه براتون. مثلا میبینیم سایت ما در این قسمت خیلی ضعیفه، عددش 30. در چه قسمتی؟ default parsing of JavaScript که اصلا نمیدونیم چیه. به احتمال خیلی زیاد اگر در گوگل سرچ کنید default parsing of JavaScript و تهش کلمه پلاگین رو اضافه کنید یا وردپرس پلاگین، احتمالاً پلاگین های زیادی پیدا میکنید که این مشکل رو حل میکنه. درباره اپتیمایز ایمیج هم همینطور، در مورد موارد دیگه‌ای که میبینید هم همینطور. البته من امروز خودم پلاگین های پیشنهاد میدم که پلاگین های وجود داره تقریبا همه این موارد رو بهبود میده تا حدی، پس خیلی جای نگرانی وجود نداره. فقط یه نکته رو همین الان بگم، یک بخش مهم وبسایت‌ها که معمولا خوب بهینه نشده، یک بخش مهم وبسایت‌ها که خوب بهینه نمیشه، عکس‌های سایت هست. برای این مورد چون عکس‌ها رو شاید خوب فشرده نکردیم، در فتوشاپ نبردیم با خروجی مثلا جی پگ 60 ذخیره کنیم و چیزایی مثل این، اگر اینجا دیدیم اپتیمایز ایمیج ما عدد پایینیه یا حتی پایین نیست مثل سایت ما 92، کافیه روش کلیک کنیم. اینجا میگه دقیقاً مشکل از کدوم عکس است. مثلا اینجا میگه یک کاروسلی دارید شما که میتونست حجمش 6.1 کیلوبایت کمتر باشه. اگه روی این کلیک کنیم الان ببینید عکس اصلی رو میبینیم، همین کاروسل رو میبینیم که حجمش میتونست کمتر باشه. خب و الان ما میخوایم این حجمش رو کم کنیم بذاریم رو سایت. خود GT Metrics این عکس رو فشرده میکنه، اینجا نوشته C optimized version. کافیه ما این optimized version این عکس رو باز کنیم که اگر دقت کنیم مثلا کیفیتش هیچ
افت چشمگیر یا چیزی که با چشم به شدید نداره و این عکس اپتیمایز ورژن رو کافیه سیو کنیم ایمیجشو، یه جایی ذخیره کنیم و در سایتمون آپلود کنیم. پس برای بهینه‌سازی عکس‌ها یا کاهش حجم، به خصوص اون مواردی که جی تی متریکس ازتون ایراد میگیره، نیاز به هیچ نرم افزار و فتوشاپ و ابزاری ندارید. کافیه این نسخه های اپتیمایزد ورژن رو اینجا دانلود کنید و در سایتتون آپلود کنید. یکی از دوستان پرسیدن که چرا زمان لود با اجراهای بعدی برای همون سایت زمان متفاوتی رو نشون میده. سوال خیلی خوبیه. الان سرعت سایت ما زمان لودش رو 5.8 ثانیه نشون داده. شاید همین الان تکرار کنم یک عدد دیگه ای رو نشون بده. چون به صورت لحظه‌ای این عدد سنجیده میشه، فرض کنید اگر در وبسایت ما 100 نفر همین الان همزمان آنلاین شدن و دارن از سایت بازدید میکنن، به احتمال خیلی زیاد اون زمان بیشتر میشه. یعنی سرور ما شاید نتونه به اون سرعتی که لازمه فایل رو باز کنه و خیلی اتفاقات دیگه. الان ببینید یک بار دیگه باز کردیم، این 5.8 ثانیه شد 5 ثانیه. پس به صورت لحظه‌ای با توجه به منابع سرورمون، هاستمون، الان چند نفر آنلاینن و خیلی پارامترهای دیگه، میتونه این عدد یه مقدار کم و زیاد بشه، ولی حدودش خیلی نباید تغییر کنه. اگه خیلی تغییر میکنه، یک بار 5 ثانیه از یه بار 10 ثانیه، شاید هاستتون پایدار نیست یا مشکلاتی داره که باید حلش کنید. خب پس تا اینجا با ابزار جی تی متریکس آشنا شدیم. بریم سراغ بقیه مطالب، برگردیم به پرزنتمون. حالا چند تا نکته درباره این که چطور میتونیم سرعت سایتمون رو افزایش بدیم، سرعت وبسایتمون رو افزایش بدیم. اولین نکته و مهمترین نکته در سرعت یک وبسایت، همونطور که خیلی از متخصصات توی مقالاتشون مینویسند، هاست خوبه. یعنی اگه میبینید سرعت سایتتون خیلی کمه، به خصوص اگر اول کار هستید، هنوز بازدید زیادی ندارید و پلاگین‌های زیادی نصب نکردید، ولی سرعت خوب نیست، اگر یک کار اساسی بخواید انجام بدید اینه که از یک هاست بهتری استفاده کنید، هاستتون رو آپگرید کنید یا از یک شرکت دیگه‌ای بگیرید. مثلا برای هاست های وردپرسی، اگه سایتتون با وردپرس، شاید شرکت میزبانفا الان یکی از سریع‌ترین ها و بهترین ها باشه که خوب اپتیمایز کرده که سرعت مشکل نخورید. شرکت میزبانفا یه مقدار پلن ها شاید برای اول کار گرون باشه، مثلا پلنش از ماهی 199,000 تومان یا همچین چیزی. یه پلن ووکامرسی داره که خیلی خوبه، ماهی 199,000 تومانه ولی سرعتش خیلی خوبه. هاستش هم ایرانه که باز برای مشتریان ایرانی بهتر و راحت‌تر باز میشه. و همینطور شرکت نتافراز توی رنج هاست‌های ارزان‌تر، ارزان قیمت، خیلی خوبه. یعنی میتونید از شرکت نتافراز استفاده کنید یا هر شرکت دیگه‌ای که خودتون فکر میکنید. این هر منبع یا سایت ایرانی رو هم که معرفی میکنم شاید در این لحظه خوب باشه و هفته بعد دیگه خوب نباشه. پس معیار انتخاب و تاییدش فقط خودتون هستید که تحقیق کنید ببینید خوبه یا نه و بعد استفاده کنید. اینو به عنوان یک توصیه از طرف من نپذیرید که من گفتم از این شرکت ها خدمات بگیرید. یکی از دوستان پرسیدن که فقط صفحه اصلی مهمه که سرعتش خوب باشه. مسلما نه، همه صفحات مهمه، ولی معمولا سنگین ترین صفحه همون صفحه هوم پیج ما هست که همه چی توش هست، آخرین مقالات، آخرین مطالب. معمولا صفحه‌های دیگه سبکتر هستند و مشکل کمتری ایجاد میکنه. البته اگه دوستانم پرسیدن بخواید از یه سری ابزارهای خاصی استفاده کنید، شاید ترجیح بدید هاستتون ایران نباشه، ولی برای استفاده از گوگل آنالیتیکس و ابزارهای مثل این که مشکلی پیش نمیاد. شما میتونید برید تو سایت گوگل آنالیتیکس و آمار و ارقام سایتتون رو ببینید حتی اگر هاستتون ایران باشه. پس اولین مورد هاست خوبه. دومین مورد که باز خیلی اهمیت داره، پلاگین های خوب، حرفه‌ای و به اصطلاح خوب کد نوشته شده، خوب کد شده هستن. چون پلاگین مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسیه. اگر خوب نوشته نشده باشه میتونه
مشکلات ایجاد کنه، سرعت سایتتون رو کند کنه. خب پس دومین مورد پلاگین ها و پوسته ها بودن. شما کافیه یک پلاگینی نصب کنید که خوب برنامه‌نویسی نشده یا یک فرد مبتدی و غیر حرفه‌ای نوشته، میتونه سرعت سایتتون رو از 5 ثانیه تبدیل کنه به 15 ثانیه یا 20 ثانیه. پوسته هم همینطور. اگه از پوسته های یا قالب های وردپرسی خوب استفاده نکنید، میتونه سرعت سایتتون رو خیلی به صورت قابل توجهی کاهش بده. و چند تا توصیه. اولین توصیه اینه که اگر از پلاگین هایی استفاده میکنید که معروف ترین های دنیاست، مثل یوست سئو، مثل لیر سلایدر، مثل ووکامرس، مثل هر پلاگین دیگه ای که فکر میکنید رو سایتتون نصب باشه خوبه، اگر اینها پرفروش ترین های دنیاست یا پر دانلود ترین های دنیاست، خیلی نگران سرعت نباشید، چون وقتی پلاگین چند میلیون نسخه نصبه، حتما یه فکری به حال سرعت میکنند. اگه نکنند، این شرکت نکنه، میلیون ها نفر اون پلاگین رو آن اینستال میکنن. در مورد پوسته هم یه نظر شخصی بدم. من توصیه میکنم که نرید سراغ پوسته هایی که کد نویسی شده و یا پوسته های خیلی خاص یا قالب های خاص. تا میتونید از معروف ترین پوسته هایی استفاده کنید که در دنیا پرفروش ترین ها هستند. مطمئن باشید که هیچ مشکل جدی نخواهید داشت در مورد سرعت. پس از قالب های معروف اگه استفاده میکنید دیگه هیچ نگرانی وجود نداره که چرا سرعت کنترل، دیگه از پوسته احتمالاً نیست، مورد چیز دیگه. و من در جلسات بعد خودم یک ترکیبی از پلاگین های خوب مارکتینگی و همه پلاگین های لازم برای وردپرس پیشنهاد میدم که اگر این ترکیب پلاگین ها رو استفاده کنید، معمولاً حداقل تو سرعت به هیچ مشکلی نخواهید خورد. سومین مورد بهینه‌سازی عکس‌هاست. همونطور که در قسمت قبلی در توضیحات جی تی متریکس گفتم، شما باید سعی کنید عکساتون با حداقل حجم ممکن روی سرور ذخیره بشه که چند تا راه وجود داره. یکیش اینه که هر وقت میخواید عکسی رو در سایتتون آپلود کنید، ببرید در یک نرم افزاری مثل فتوشاپ و گزینه Save for Web یا شاید فتوشاپ جدید گزینه اکسپورت داره و برای وب خروجی بگیرید که حجمش کمتر میشه. نوع به اصطلاح فرمت عکس شاید بهتر باشه JPEG باشه، JPG. در موارد خاصی شاید لازم باشه PNG استفاده کنیم، ولی JPEG و کوالیتیش هم روی 60 بذارید، معمولا قابل قبوله. حالا بعضی عکس‌ها شاید احساس کنید کیفیتش کم شده، کوالیتیش رو 80 یا عدد دیگه‌ای بذارید. و همینطور سایت‌های زیادی هستند که به صورت رایگان عکس‌ها رو فشرده می‌کنند. کافیه شما توی گوگل سرچ کنید ایمیج کامپرس یا JPEG کامپرس یا هر چیزی مثل این. سایت‌های زیادی هستن که همونجا عکستون رو آپلود می‌کنید، عکس فشرده میشه و میتونید بعدش دانلود کنید عکسو. پس اگر نرم افزاری هم نبود، به هیچ وجه جای نگرانی نیست. یکی از سایت‌های خیلی خوب برای فشرده سازی عکس سایت tinyjpeg.com هست یا tinypng هم داره، همین یه سایت دیگه است که مال همین شرکت tinyjpg.com که احتمالاً باید با VPN وارد بشید که بتونید وارد بشید، ولی سایت‌های زیادی هستن خودتون میتونید پیدا کنید. پس یک راه با نرم افزار روی کامپیوتر خودتونه. یک راه دوم اینه که با سایت‌هایی که آنلاین عکس رو فشرده میکنن عکساتون رو فشرده کنید. و یک گزینه سومیه که من خیلی توصیه نمی‌کنم، پلاگین‌های فشرده سازی عکسه که معمولا یه مدت اولش رایگان هستن ولی بعدش باید ماهانه مبلغی پرداخت کنید و عکسای سایتتون رو به صورت اتوماتیک فشرده میکنن، کامپرس میکنن، قبلی رو پاک میکنن، جدید رو جایگزین میکنن. و شاید عملی ترین و راحت ترین راه همین باشه که برید تو سایت جی تی متریکس، تمام عکسایی که این سایت ازتون ایراد میگیره و همونجا فشردش رو میده، دانلود کنید و روی سایتتون جایگزین کنید. و چهارمین کاری هم که برای افزایش سرعت سایت میتونید انجام بدید، استفاده از پلاگین هاییه که روی سایتتون و سرورتون یک بهینه‌سازی هایی انجام میده که در نهایت این کار یا در نتیجه این کار سرعت سایتتون تا حدی بهتر میشه.
پس 4 تا پیشنهاد بود. چهارمی استفاده از پلاگین های سرعت. در واقع بهتره که این 4 تا مورد رو هم همزمان رعایت کنیم تا به بهترین سرعت ممکن برسیم. حتما سوال پیش میاد خب چه پلاگین هایی استفاده کنیم بهتره یا کدوم پلاگین های سرعت؟ من توصیهم اینه که اگر میخواهید از یک پلاگین رایگان استفاده کنید، WP Fastest Cache که تا یه مدت پیش روی سایت مدیر سبز هم برنامه‌نویسمون نصب کرده بود و تست کردیم، خیلی خوبه و بدون هیچ مشکلی کار میکنه. الان یه مختصری هم توضیح خواهم داد که این پلاگین ها اصلا چه کاری انجام میدن که سرعت سایت بهتر میشه. و دومین پیشنهاد من که پیشنهاد بهتری هست، ولی به شرط اینکه حتما نسخه پولی و دلاری اصلش رو بخرید، پلاگین WP Rocket هست. پلاگین WP Rocket که قیمتش شاید یادم نیست الان، شاید $30-40 در سال باید بپردازید. پلاگین بسیار فوق‌العاده و خوبی هست که میتونید رو سایتتون نصب کنید و سرعت سایتتون رو خیلی بهتر میکنه. ولی یک نکته ظریف هم وجود داره. این پلاگین رو به هیچ وجه از سایت‌های متفرقه دانلود نکنید و نصب کنید و حتی از سایت‌ها و شرکت‌های ایرانی من توصیه نمی‌کنم بخرید و نصب کنید. و من این پلاگین رو دقیق بررسی کردم، شاید 10 جا توی کد پلاگین چک میکنه که آیا نسخه اوریجینال نصب شده یا نه، و اگر نسخه اوریجینال و معتبر نصب نشده باشه، بدون اینکه به شما پیامی بده یا کاری بکنه که شما بفهمید، نه تنها سرعت سایت رو بهبود نمیده، بلکه اون تنظیماتی که انجام میدید معمولا اونا رو لحاظ نمیکنه، شاید تنظیمات دیگه ای لحاظ کنه. و من دقیقاً تست کردم WP راکتی که نسخه دلاری و اصل خریداری نشده، بعد از نصبش وقتی GT ماتریکس میگیرید سایت که خیلی کندتر و بدتر از حالتی شده که اصلا نصب نبود. پس فقط در حالتی استفاده کنید که حاضر باشید نسخه لایسنس داشت و اصلش رو بخرید. و ما هم الان روی سایت مدیر سبز از همین پلاگین WP راکت اصل استفاده میکنیم. و الان سوالی که شاید پیش بیاد اینه که اصلا این پلاگین ها چه کاری انجام میدند که سرعت رو افزایش میدهند؟ و جواب خلاصش اینه که این پلاگین ها خیلی کار عجیب غریب و بزرگی انجام نمیدن. کاری رو انجام میدن که بدون پلاگین هم میشه انجام داد. هر وبسایتی احتمالاً چند تا فایل داره توش، مثل فایل htaccess یا فایل های دیگه ای که الان لازم است فعلا سر در بیارید دقیقاً چی هست. و کار این فایل ها چی هست؟ کار این فایل ها اینه که تنظیمات سرورتون رو به عهده بگیره و هر سرور خب خودش کامپیوتره، تنظیماتش رو به عهده بگیره. در واقع این پلاگین های افزایش سرعت مهمترین کاری که میکنن، یه سری از شما سوال میپرسن و تیک میزنید و میگید چه فایلایی میخواید فشرده بشه و چه اتفاقاتی بیفته. خودشون یک فایل کانفیگوریشن یا فایل تنظیم سرور درست میکنن و توی هاستتون آپلود میکنن که هر بار سرور از اون فایل بتونه تصمیم بگیره که کدام فایل ها رو فشرده کنه، چه اتفاقاتی بیفته. و پس خیلی کار عجیب غریبی انجام نمیدن و کسی که یه مقدار حرفه‌ای باشه، کانفیگوریشن سرور بلد باشه، شاید هیچ وقت از پلاگین استفاده نکنه، به صورت دستی خودش کدها رو بنویسه و در فایل های هاستتون ذخیره کنه. البته کار این پلاگین ها فقط این نیست، شاید بعضیاشون عکس رو هم فشرده کنن، بعضیاشون فایل های کد سایتتون رو فشرده میکنن. حالا چطور فشرده میکنن؟ مثلا شما یک کدی دارید تو سایتتون، یه فایلی دارید که توش کده، این اینترها و فاصله ها اینا رو حذف میکنه، میچسبونه به همین پلاگین که حجمش یه مقدار کمتر بشه. و آخرین نکته درباره پلاگین های سرعت اینه که وقتی پلاگین سرعت نصب کردید، احتمالاً 7 تا 10 تا یا بیشتر تیک داره که کدوم موارد سرعتی رو میخواهید رو سایتتون اعمال کنم. ما چطور انتخاب کنیم که کدوم تیک ها رو بزنیم؟ من جواب خیلی سادم اینه که اول تمام تیک ها رو بزنید، یعنی از این پلاگین بخواید حد اکثر افزایش سرعت رو ایجاد کنه و سیو کنید و سایتتون رو باز کنید. احتمالاً سایتتون با مشکل مواجه میشه، شاید چیدمانش به هم بریزه یا همچین مشکلاتی. اگر هیچ مشکل ایجاد نشد که کار تمومه.
اگر مشکلاتی ایجاد شد تک تک باید پیدا کنید این کدوم تیک یا کدوم عاملی که اینیبل کردید باعث شده که سایت به هم بریزه و شاید مجبور باشید چند تا از اون تیک‌ها رو حذف کنید و بالاخره به یه نقطه‌ای میرسید که چند تا از گزینه‌های سرعت فعاله و سایتتون هم از لحاظ ظاهر و اینا به هم ریختگی نداره، همه چی خوب کار میکنه و اونجا دیگه متوقف میشید. پس این هم در مورد پلاگین های سرعت. این پلاگین رو از کجا میتونیم بخریم؟ کافیه توی گوگل سرچ کنید WP راکت. این یک پلاگینیه که خود سازندش مستقیم میفروشه و اسم سایتش هم w-rocket.me. همون تو گوگل سرچ کنید WP راکت پیدا میکنید. فقط از این سایت من توصیه میکنم، از هیچ سایت ایرانی هم توصیه نمیکنم این یه پلاگین رو بخرید. خب دوستان اگر پیگیری میکنید و صدا رو با کیفیت خوب میشنوید عدد 5 رو بفرستید. بسیار عالی. این اولین مورد بود. یادمون باشه که امروز صحبتمون چیه؟ در مورد بهبود موارد فنی صحبت میکنیم و اولین مورد فنی بهبود سرعت سایت بود که دیدیم چطور میتونیم سرعت سایت رو افزایش بدیم. بریم سراغ دومین ایده که اسمش استفاده از SSL هست. SSL مخفف Secure Sockets Layer هست. یک در واقع روش ارتباط یا یک پروتکل ارتباطی هست بین دو تا کامپیوتر و نکتهش اینه که وقتی یک فایلی، پسوردی، اطلاعاتی از کامپیوتری به سمت هاست ارسال میشه و از هاست هم اطلاعاتی ارسال میشه، اگر ما از روش ارتباطی SSL استفاده کنیم این اطلاعات به صورت کدگذاری و اینکریپت شده میشه که چند تا مزیت داره. هم حجمش کمتر میشه معمولا و هم دیگه کسی به راحتی نمیتونه اطلاعات شما رو هک کنه. مثلا شما توی یک سایتی میخواید شماره کارت بانکیتون رو وارد کنید یا اطلاعات حساسی، خب از کامپیوتر شما این اطلاعات باید بره تو ISP یا اون شرکتی که ازش اینترنت گرفتید، از اونجا باید به کامپیوترهای دیگه‌ای وصل بشه تا بالاخره به هاست برسه، به اون سایت اصلی برسه و این وسط‌ها شاید کسی بتونه هک کنه، شاید بتونه اطلاعات رو در بیاره. پس اگر ما کاری کنیم که هاست ما یا سایت ما SSL رو پشتیبانی بکنه دیگه این مشکلات پیش نمیاد و همه اطلاعاتی که کاربرای سایت شما مثلا تو یک فرمی وارد میکنن یا میفرستن به صورت امن ارسال میشه و مشکلات کمتر خواهد شد. حالا یکم بیشتر توضیح خواهم داد. الان شاید اینا داره گیج کننده باشه، خب چی هست در واقعیت، چطور میتونیم اجراش کنیم، ولی ترجیح میدم اول توضیح بدم که اصلا چرا خوبه که سایت ما SSL رو پشتیبانی کنه. از اینجا شروع کنیم که از کجا بفهمیم اصلا سایتی SSL رو پشتیبانی میکنه یا به صورت ارتباط امن این ارتباط اتفاق میافته یا نه. کافیه برید توی مرورگرتون و آدرس اون سایت رو وارد کنید، مثلا آدرس مدیرسبز.com رو وارد کنید. وقتی اینتر رو زدید و صفحه لود شد، اگه سمت چپ اون آدرس یک علامت قفلی اومد یعنی این سایت از پروتکل یا از روش ارتباطی SSL استفاده میکنه و وقتی روش کلیک میکنید خود مرورگرتون که کروم شاید باشه یا فایرفاکس یا هر چیزی مینویسه که connection is secure، یعنی خود مرورگر این اطمینان رو میده که تو این سایت هر اطلاعاتی وارد کنید به صورت امن برای هاست ارسال خواهد شد. 3 تا مزیت داره استفاده از SSL. اولیش اینه که ارتباط این دو کامپیوتر یا کاربراتون با هاست کاملا امن خواهد بود، احتمال هک شدن و دزدیده شدن اطلاعات کمتره. دومین مورد اینه که رتبه بهتری در گوگل خواهید داشت. رتبه بهتری در گوگل خواهید داشت. شاید فکر کنید خب چه ربطی داره اصلا رتبه بهتر در گوگل با این موضوع؟ گوگل برای وبسایت هایی که از روش ارتباطی امن استفاده میکنن امتیاز قائله، یعنی 2 تا سایت دقیقاً همه چیزشون مشابه باشه و کسی سرچ کنه اگر همه چی مشابه باشه به جز این مورد که یکیشون SSL رو پشتیبانی میکنه و یکیشون نمیکنه، احتمالاً اونی که SSL رو پشتیبانی میکنه در رتبه بالاتری قرار خواهد گرفت. و سومین مورد رضایت خریداره. این هم نکته خیلی مهمیه.
مدت کوتاهیه، شاید 1 سال یا یه مقدار بیشتره، که تمام مرورگرها وقتی به یک سایتی وارد میشید که SSL رو پشتیبانی نمیکنه یه پیام میدن که این سایت امن نیست و اطلاعاتتون رو وارد نکنید. حالا شاید از 10,000 باری که اطلاعات رو وارد کنیم 1 بار احتمال دزدی اطلاعات پیش بیاد، ولی خب خیلی از کاربرا و خریدارا ناشی هستن، مبتدی هستن و تا ببینن که مرورگرشون پیام داده که این سایت امن نیست و اطلاعات رو توش وارد نکنید منصرف میشن، از سایتتون خرید نمیکنن و رضایت خوبی از سایتتون نخواهند داشت. پس با این توضیحاتی که دادم بهتره سایتتون حتما مجهز به SSL باشه. الان دوستان کیا میدونید سایتتون SSL داره؟ اگه داره عدد 3 رو بفرستید و اگه نداره عدد 2 رو بفرستید ببینیم اوضاع دوستان چطور هست. خب اغلب دوستان ظاهرا SSL رو استفاده میکنید و چند نفرتون هم عدد 2 رو فرستادید که استفاده نمیکنید. خب دوستان کیا SSL رو خریدید؟ یعنی پول دادید یک SSL 1 ساله مثلا خریدید، عدد 5 رو بفرستید اگه خریدید. خب دوستان زیادی خریدید، بعضی هم نخریدید. من الان به شما خواهم گفت که چطور میتونید SSL رایگان برای سایتتون همین امروز تهیه کنید بدون نیاز به 1 ریال پرداخت پولی به کسی و خودتون هم رو سایتتون فعال کنید. با این که بسیاری از شرکت‌ها به اصطلاح اون گواهینامه SSL 1 ساله یا بیشتر میفروشند، ولی این امکان هم وجود داره که این SSL رو به صورت رایگان، کاملا رایگان تهیه کنید. سایت هایی هستن که این کار رو انجام میدن. ولی اول توضیح بدم اصلا کل مراحل کار چطوریه. شما چه کار باید بکنید سایتی که از SSL پشتیبانی نمیکنه تبدیل بشه به سایتی که اون آیکون قفل به اصطلاح سمت چپ هست و پشتیبانی میکنه. خب یه سری دیدگاه‌های اشتباهی هم تو دوستان هست، همین الان نشستن نوشتن اینجا SSL رایگان هیچ فرقی از لحاظ عملکرد، از لحاظ نتایج جستجو و گوگل با SSL پولی نداره. ما فعلا بحثمون SEO هست. اگر برای SEO نگرانید به هیچ وجه هیچ فرقی نمیکنه و خیلی از سایت‌های بسیار معروفی که من میشناسم از SSL رایگان استفاده میکنند، پس به هیچ وجه نگران کننده نیست این موضوع. خب مراحل نصب SSL چطور هست و چه کارهایی باید بکنیم؟ اولین قدم اینه که یا یک SSL 1 ساله یا یک چند ماهه یا به هر روشی بخریم یا بتونیم یه جوری رایگان تهیهش کنیم که الان روشش رو خواهم گفت. در واقع ما یک SSL میخریم یا SSL رو رایگان تهیه میکنیم، در واقع چه چیزی به ما میدن؟ چه چیزی گیر ما میاد؟ یک کدی، چند سطر کد فشرده شده، یه سری اعداد و ارقام نامفهوم و بی‌معنی در ظاهر، اون کد رو به شما میدند که این کد رو باید در سایتتون یه جوری وارد کنید و وقتی این اتفاق افتاد دیگه در واقع سایتتون از پروتکل SSL پشتیبانی میکنه. پس با خرید SSL یا تهیهش در واقع در نهایت به شما چه چیزی داده میشه؟ یا یک فایل تکستی داده میشه که توش چند سطر ظاهرا کدای بی‌معنی هست، یا همون کد رو صفحه نمایش داده میشه که شما کپی پیست میکنید و استفاده میکنید. بعد از این اتفاق قدم بعدی چیه؟ این کدتون رو باید در پنل سایتتون وارد کنید. منظور من از پنل سایت چیه؟ شما وقتی هاستی رو میخرید یه سری تنظیمات داره این هاست. این تنظیمات رو چطور انجام میدید؟ یا یک پنلی در اختیارتون قرار میدن که با نرم افزار دایرکت ادمین ساخته شده معمولا، یا با سی پنل ساخته شده و توی اون هاستی که میخرید یک ایمیلی میاد که اطلاعات دسترسی به دایرکت ادمین یا سی پنل هم توش نوشته شده و اونجا کل تنظیمات مدیریتی هاستتونه. اونجا میرید و یک گزینه‌ای داره به اسم SSL. اونجا باید این کدی که خریدید یا تهیه کردید رو وارد کنید و ذخیره کنید و کارهایی انجام بدید که SSL سایتتون فعال بشه. و بعد یک مشکل جدی رو سایتتون پیش میاد. وقتی سایتتون SSL شد باید تمام آدرس ها با HTTPS شروع بشه، نه HTTP. ولی شما احتمالاً قبلاً عکسایی آپلود کردید که آدرسش HTTP بوده، اون موقع اصلا SSL نداشتید، HTTPS نداشتید.
شاید فایل هایی یا لینک هایی تو سایتتون گذاشتید که HTTP بوده و اگه سایتتون چند ماه فعالیت میکنه شاید صدها جا یا هزاران جا لازم باشه برید مثلا توی بخش کتابخانه وردپرس هر عکسی که آپلود کردید الان اگه بخواید درست نمایش داده بشه باید برید آدرسش رو باز کنید به جای HTTP یک S اضافه کنید تهش HTTPSش کنید که در عمل امکان پذیر نیست. ولی پلاگین های وردپرسی وجود داره که معروف ترین و پرنصب ترینش اسمش Really Simple SSL که اگه میخواید توی پنل وردپرستون تو افزونه ها سرچ کنید باید سرچ کنید SSL واقعا ساده یه همچین چیزی چون فارسی سازی شده. وقتی این پلاگین رو نصب کردید روی سایتتون به صورت خودکار تمام HTTP ها تبدیل به HTTPS میشه. پس دیگه هیچ لازم نیست که قبلا هر لینکی گذاشتید هر عکسی فایلی چیزی آپلود کردید لزومی به تغییر وجود نداره. فقط کافیه این پلاگین رو نصب کنید پلاگین خود کار رو به صورت اتوماتیک انجام میده. اگه میخواید یک قدم حرفه‌ای‌تر کار کنید تک تک دست شما باشه کجاها HTTP تبدیل به HTTPS بشه و چیزایی مثل این یک پلاگین حرفه‌ای‌تری وجود داره به اسم SSL Insecure Content Fixer که این کلی تنظیمات داره که کل تنظیمات دست خودتونه. من توصیه‌ام اینه که معمولا از این تنظیمات استفاده نخواهید کرد. همون Really Simple SSL رو نصب کنید فعال کنید کار تموم شده. خب تا اینجا اگه دوستان دقیقاً پیگیری کردید عدد 5 رو بفرستید که من خیالم راحت بشه و ادامه بدیم. مرسی. حالا SSL رایگان از کجا تهیه کنیم؟ یکی از معروفترین و بزرگترین سازمان‌هایی که SSL رایگان میفروشه یعنی رایگان میده نه میفروشه اسمش Let's Encrypt که از طریق چه سایتی اینها رو در اختیار قرار میده؟ یک سایتیه که آدرسش دقیقاً اینه ssl4free.com ssl4free.com و اگه اینجا خیلی ریز نوشته شده دقت کنید نوشته که این از طریق Let's Encrypt این SSL ها در اختیار شما قرار میگیره. کل کاری که باید انجام بدید چی هست؟ میرید تو این سایت ssl4free.com اینجا آدرس سایتتون رو تایپ میکنید این دکمه Create Free SSL Certificate رو میزنید و به یک صفحه دومی هدایت میشه. در این صفحه دوم از شما میخواد به نحوی ثابت کنید که اصلا این دامنه‌ای که تایپ کردید مال شماست. 3 تا روش داره که من الان جزئیات رو توضیح نمیدم ولی خلاصش اینه که از شما میخواد یکی دو تا فایل میده بهتون میگه توی سایتتون آپلود کنید که من مطمئن بشم این سایت مال شماست دسترسی دارید اصلا به این سایت و اگر دسترسی دارید و مال شماست اون موقع اون کد SSL رو به شما میدم. پس وقتی به صفحه بعد رفتید 3 تا روش به اصطلاح آتنتیکیت یا تایید سایتتون هر کدوم خواستید انتخاب میکنید و تایید میکنید که این سایت واقعا مال منه و بعدش یک کدی در اختیار شما قرار میگیره. این کد رو کجا استفاده میکنیم؟ قدم دوم چیه؟ اگر دایرکت ادمین پنلمون کافیه بریم تو پنل دایرکت ادمینمون یا همچین چیزی که اینجا میبینید یا سی پنل هم همینطور یه گزینه داره به اسم SSL Certificates توی Advanced Features SSL Certificate اینجا رو که کلیک کنید میگه اون کد رو وارد کنید اون کد رو وارد میکنید و ذخیره میکنید و کار تموم میشه. و نکته بعدی که میخوام بگم اینه که اگر از پنل دایرکت ادمین استفاده میکنید همین صفحه‌ای که میبینید برای کنترل هاستتون و نسبتا جدید ورژنش احتمالا اصلا نیازی نیست برید توی SSL for free و این کارها رو انجام بدید. توی خود پنل دایرکت ادمین این امکان قرار داده شده که رایگان SSL اضافه کنید. مراحل کار رو توضیح میدم لطفاً با دقت زیاد گوش کنید. اول میرید توی پنل دایرکت ادمینتون همین صفحه‌ای که میبینید SSL Certificates رو میزنید. من فرضم اینه که هیچ کدی نگرفتید کد SSL اینجا میخواید تولیدش کنید. صفحه بعدی که میبینید این صفحه است. اینجا تیک میزنید Secure SSL. البته من بعداً در PDF اینو میدم که الان لازم نیست اصلا جاها رو حفظ کنید کدوم تیکا میزنیم اینا کارهاییه که یک بار انجام بدید تا سالها دیگه کاری ندارید پس لازم نیست الان نگران باشید یادتون بمونه. یه تیک دیگه هم اینجا داره Force SSL with HTTPS Redirect اینم میزنید. تنها نکته‌ای که باید توجه کنید هر قسمت
یک سیو جداگانه داره. پس این قسمت بالا رو که تیک زدید جداگانه سیو میکنید، این قسمت پایین هم تیک زدید جداگانه سیو میکنید و کل صفحه رو که رفت برگشتید باز SSL سرتیفیکیت رو همون صفحه رو باز کردید، این صفحه رو میبینید که کافیه این گزینه رو انتخاب کنید و گزینه Free and Automatic Certificate from Let's Encrypt رو انتخاب کنید. اگر خطایی چیزی دریافت کردید اینجا پیش‌فرضش روی 4096 اینو روی 2048 بذارید بهتره و سیوش کنید. کار تموم شد. پس یک بار دیگه مرور کنیم، هیچ کار سختی نیست. توی دایرکت ادمینتون میرید SSL سرتیفیکیت رو میزنید، در قدم بعدی این دو تا تیک رو میزنید سیو میکنید و اگه باز همون صفحه رو باز کنید این صفحه رو میبینید که Free and Automatic Certificate رو میزنید و اگه این کار رو انجام بدید سایت شما مجهز به سرتیفیکیت SSL شده. ولی باز اگر سایتتون رو باز کنید اون عکس قفل نمیاد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما کلی آدرس و لینک دارید تو سایتتون که HTTPS نشده، HTTP هست. این مشکل رو چطور حل کنیم؟ همونطور که قبلا توضیح دادم کافیه بعد از این قدم پلاگین Really Simple SSL رو نصب کنیم، فعال کنیم و بعد از اون دیگه اگه سایتمون رو باز کنیم باید این علامت قفل رو ببینیم و همه چی درست پیش رفته باشه. خب یکی از دوستان پرسیدن چرا رایگان اجازه نصب میده؟ اولا خب حالا دلایلی داره، این یک سازمان بزرگی و به اصطلاح یک کارهایی در جهت توسعه وب بهتر و توسعه SSL و اینا انجام میده، ولی این SSL رایگان فقط یک عیب کوچیک دارن که اونم خیلی عیب حساب نمیشه. مثلا نمیتونید یک دفعه SSL یک ساله رایگان دریافت کنید، بلکه این SSL هایی که رایگان میگیرید معمولا حداکثر شاید 2 ماهه باشه یا چند ماهه باشه و در پایان این زمان شاید باز لازم باشه یه بار برید تو پنلتون مثلا ریفرشی بکنید یا یه ایمیلی بیاد تایید کنید که من باز میخوام از SSL استفاده کنم. ولی اگر پول بدید بخرید معمولا میتونید حداقل 1 ساله بخرید تا 1 سال بعد هیچ کاری ندارید دیگه، هیچ اکتیویشن مجددی چیزی لازم نیست. ولی من توصیه میکنم اگر تا امروز نداشتید از همین گزینه SSL رایگان همین امروز انجام بدید، به عنوان یکی از بهترین کارهای عملی و مطمئن باشید تاثیر بسیار قابل توجهی در نتایج جستجوی گوگل خواهد داشت. همونطور که جلسه قبل هم گفتم خیلی ها سئو رو در این حد میدونن که بریم یک کیورد انتخاب کنیم و چند بار تکرار کنیم و بولدش کنیم و اینا، ولی این مطالبی که امروز و جلسه قبل گفتم و امروز ادامه میدیم خیلی کلیدی‌تر و مهمتر هست. تا این زیر ساخت‌ها درست نشه خیلی فایده نداره برید سراغ کلمات کلیدی. دوستانی هم که حالا دارید SSL این بار تموم شد میتونید خودتون به صورت رایگان دیگه تمدید کنید، دیگه پولی پرداخت نکنید. خب خیلی ممنون. بریم سراغ مهمترین و جذابترین صحبت امروز به اسم Rich Results یا نتایج غنی. حتما توجه کردید که وقتی کلمات پرطرفدار رو در گوگل سرچ میکنید نتایج جستجو همیشه یکسان نیست، همیشه به صورت یک اسنیپت ساده نیست. یک مثال رو اینجا سمت چپ و بالا نشون میدم. این اسکرین شات ها هم همین امروز گرفتم که ببینید به زبان فارسی و در جستجوی روزمره این موارد صدق میکنه. مثلا اینجا من سرچ کردم قیمت دلار و قبل از اولین نتیجه‌ای که نمایش بده اینجا 3 تا باکس اومده که یک عکسی هست بالاش، یک توضیحی شاید باشه و نوشته کی این مطلب گذاشته شده و میتونید روش کلیک کنید. آیا قبول دارید کسی که دنبال قیمت دلار هست یا هر چیز دیگه‌ای احتمالش خیلی خیلی بیشتر روی یکی از این 3 تا گزینه عکسدار کلیک کنه تا نتایجی که زیرش شاید نمایش داده بشه؟ مسلماً اینطوره دیگه، هیچ جای بحثی نیست. به اینها چی میگن؟ من نمیخوام این اسما رو حفظ کنید و هی کار پیچیده تر بشه. اگه میگم فقط جهت اینه که یه بار شنیده باشید. به اینها مثلا ریچ کارت میگن، ریچ کارت. در واقع یک نوع خاصی از نمایش نتایج جستجوه که به جای اینکه یک سنیپت ساده باشه یک عکس عنوانه و یه سری موارد دیگه هم اضافه شده بهش. پس سوال اینه آیا ما میتونیم کاری بکنیم که به جای
نتیجه معمولی سایت ما رو اینطوری نمایش بده گوگل؟ پاسخش اینه که بله. و من با خیلی از دوستان صحبت کردم که سئو کار نسبتا حرفه‌ای هستن و اعتقاد دارن این موارد رو زبان فارسی کار نمیکنه و من عمدن مثالهای فارسی زدم که الان ریچ کارت روی نتایج جستجوی فارسی هم کار میکنه. گوگل فعال کرده و ما میتونیم کاری بکنیم که کار ساده ای نیست، خیلی سریع هم جواب نخواهیم گرفت، ولی نتایج جستجوی ما گاهی اینطوری نمایش داده بشه که حتما تاثیر بیشتری داره. یک حالت دیگه و ساده تر شاید اینه، بهش ریچ اسنیپت میگیم که دفعه قبلم نشون دادم. علاوه بر عنوان صفحه و لینک و حالا این توضیحات مختصر، یک سطری هم اضافه شده که به صورت ستاره امتیاز مقاله رو نشون میده، مینویسه چند نفر به این مقاله امتیاز دادن و به صورت عددی هم مینویسه. به این حالت چی میگیم؟ ریچ اسنیپت میگیم. تمام این مثالایی که میزنم ریچ ریزالت یا نتایج غنی یا غنی شده گوگل هستن. و یک مورد بسیار جالبتر، اینجا من رزرو هتل رو سرچ کردم، یکی از نتایج جستجویی که اومده زیر این نتیجه جستجو پرسش و پاسخ داره که مربوط به یک سایت خاصه، یعنی شما هر کدوم از سوالات که براتون جذابه روش کلیک میکنید، جوابو از همون سایت همینجا میبینید بدون اینکه وارد سایت بشید. و گوگل بررسی انجام داده، وقتی پرسش و پاسخهایی از یک سایت میبینید تمایلتون خیلی بیشتر میشه که روی این سایت کلیک کنید و وارد اطلاعات بیشتر یا جزئیات بیشتر این سایت بشید. آیا میتونیم چنین چیزی برای سایتمون درست کنیم که در نتایج جستجو چنین چیزی رو گوگل نشون بده از سایت ما؟ پاسخش مثبت هست. به این حالت چی میگن؟ Q&A میگن یا Question and Answer میگن یا بعضی جا FAQ میگن Frequently Asked Question یا سوالات رایج یا پرسش و پاسخ. به فارسی بگیم به این حالت پرسش و پاسخ میگن. کیا علاقمندید بدونید چطور میتونیم کاری بکنیم که برای سایت ما این اتفاق بیفته؟ اگه علاقمندید عدد 3 رو بفرستید. البته اگه علاقمند باشید الان توضیح نمیدم، هنوز یه مثال دیگه میزنم، ولی بعدش کم کم خواهیم دید چطور میتونیم کاری کنیم چه این اتفاقاتی برای سایت ما بیفته. آیا میتونید حدس بزنید اصلا چه فایده ای داره که در نتایج جستجو ما اینطور دیده بشیم، برجسته تر دیده بشیم؟ چیزی که خیلی ها نمیدونند، این قسمت رو لطفاً با دقت خیلی زیادی گوش کنید، اینه که فرض کنید شما در صفحه اول گوگل هستید ولی 10مین نتیجه گوگل هستید. در صفحه اول گوگل هستید ولی 10مین نتیجه، اول نتیجه نیستید. کافیه در یک روز اگر 100 نفر اون کیورد رو سرچ کردن، 90 نفرشون روی 10مین نتیجه کلیک کنن، یعنی روی آخرین نتیجه صفحه اول. چه اتفاقی میفته؟ احتمال خیلی زیادی وجود داره که 2-3 ساعت بعد شما از 10مین نتیجه بیایید 2مین نتیجه، بیایید حتی اولین نتیجه یا 3مین نتیجه. به این موضوع چی میگن؟ میگن رأی کاربران یا جستجو کنندگان. یک نتیجه جستجویی رو گوگل در 10مین رتبه قرار داده، ولی وقتی میبینه که رأی جستجو کنندگان اینه که از هر 100 نفر 90 نفر اون 10مین نتیجه رو کلیک کردن، پس گوگل قبول میکنه خودش تشخیصش خوب نبوده، کاربرا بهتر تشخیص میدن و اون رو در نتایج جستجو خیلی سریع ارتقا میده. حالا کل نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما بتونیم کاری کنیم بعضی از مطالب ما به صورت نتیجه غنی نمایش داده بشه، مثلا پرسش و پاسخ باشه یا هر جور دیگه ای، خب افراد بیشتری روش کلیک میکنند و نتیجهش این میشه ما در نتایج جستجو بالاتر میریم. یه مثال خیلی ساده بزنم. من همین امروز قبل از شروع کلیدواژه‌های زیادی رو در گوگل سرچ کردم و از 10 تا نتیجه شاید 9 تاشون این ریچ اسنیپت به این سادگی رو ندارند، ولی مثلا 8مین نتیجه اینجوری 4 این ابزار چون از ابزارهای گوگل هست. خب تو 10 تا نتیجه جستجو وقتی یه نشون ستاره زرد رنگ داره، پسورد جیمیل اول کنید و بعدش رو بگیره و دیده بشه و این رو کلیک کنن. پس باید لاگین جستجو دفعه بعد این نتیجه بالاتر خواهد رفت. پس خیلی خوبه که سعی کنیم اگر تا چند ثانیه صفحه گوگل منو بعضی از نتایج سایت ما رو حداقل به صورت غنی یا ریچ نشون بده.
آدرسش هم اینه، میتونید حالا بریم بوکمارک سراغ کنید، یک مثال بنویسید، بعدا تو این پی دی اف جالب چک لیست هم بهتون من میدم. گوگل عبارت افزایش عملکرد رو در گوگل سرچ کردم، اسلش مارکاپ هلپر عکس‌ها و کار ببینید چقدر و روش راحت کلیک کردم. این توضیحیه که گوگل مقاله درس نوشته، امتیازش رو که نشون داده که برم تو سایت مدل سبز. فرض کنید یه مقاله اصلا قبلا نوشتم و در سایت قرار موجوده. میخوام این مقاله رو مجهز کنم به استراکچرد دیتا، این اطلاعات رو بهش اضافه در واقع با این سطح مثلا همین 4 روش گوگل به ما گفته که این یک محصول، این لینکش رو کپی میکنم. ولی سوال مهم اینه گوگل میرم توی این از کجا فهمیده که این عکس مربوط به یک محصوله و مربوط به یک مقاله نیست و اینجا میپرسه استراکچر دیتایتون از چه جنسی و حتی زیرش نوشته که چک وب رویداد همایش چیزی فیلم، مثلا اگه فیلم باشه خودش گفته برای چک کردن قیمت این محصول برید سایتش رو چک کنید، کتاب یا بوک ریویو. پس ما میتونیم انتخاب کنیم کوئسچن اند آنسر که گوگل نه تنها یک نتایج غنی که نشون دادم کوئسچن اند آنسر بود، کراولرش بیاد ایندکس کنه ببره تو دیتابیس، بلکه اطلاعات عجیب غریبی نمایش بده که استراکچر دیتا رقیب‌های ما شاید برای حالت‌ها چه کاری انجام بدن که این اطلاعات رو همین حالت‌های محدود اگه خواستید میتونید از این دوستان اگه مایلید این مورد رو هم یاد تارگتینگ رو میزنن اطلاعات خاصی از مفاهیم یا مقالاتتون رو نمایش بده، عدد 4 رو بفرستید. بسیار عالی. خب حالا میرسیم به یک سوال خیلی کلیدی که گوگل پاسخش در واقع مشخص میکنه چطور میتونیم این کارها رو انجام بدیم. ببینید مقاله من باز شد و اون سوال کلیدی اینه نویسی مسلط باشم ما چطور هر چیز دیگه کنیم این مقاله به صورت پرسش و پاسخ فرض کنید 4 صرفا یک صفحه محتوا ندونه، میام اولین اطلاعات دقیق‌تری ازش داشته باشم. این محیط وقتی روش میکشید درک حتی اگه دوره آموزشی تعریف کردیم جلوش میاد نتایج جستجو بنویسه که این دوره از چه تاریخی شروع میشه. اگر یک کتاب تو سایتمون میفروشیم تو نتایج جستجو بنویسه این کتاب 240 صفحه. خیلی مزیت بزرگیه. شاید و به این سوال میرسیم که چطور به گوگل بفهمونیم و اینجا راه که این محتوای صفحه ما علاوه بر اون چیزایی که نوشته شده شامل چه المان‌هایی، اصلا جنس محتوا خودش داره این مقاله استراکچر یا هر چیز دیگه میکنه. اینجا نش 4 روش ساده یافتن عبارت جدید میرسیم در دیجیتال مارکتینگ در این دوره به اسم استراکچرد دیتا. structured data اینجا میزنم که به فارسی میتونیم بگیم داده‌های حالا این چند تا پاسخ داده‌های باشه که یکیش بهترین ساختار یافته یا هر چیز مثل یکی از من ترجمه در همون انگلیسیش رو بگیم structured data. اینجا نمیدونم چرا کوئسچن تعریفش چی هست نیومده، باید تعریفش اینه کدهایی هستن که اطلاعات بیشتری حالا شاید این نیم ها برای هر کدوم ما از پرسش و پاسخ به موتور جستجو میدن. این نیم رو میزنیم، فرض کنیم گوگل میاد یک صفحه سایت ما رو ایندکس میکنه که موضوعش چیه؟ دوم رو انتخاب کنم، رسیپه یا دستور ساخت یک کیک. بله این میشه مثلا سوال بعدی. گوگل فرقی نمیکنه اون دستور ساخت کیک باشه که زیرش هست باز انتخاب میکنم و یک دوره آموزشی باشه. گوگل میاد کلماتش رو میدم هر گزینه‌ای که میخوام نمایش میده انتخاب میکنم. ولی ما اگر از structured data شاید هم علامت سوال نداده از این کار به همین سادگیه که الان توضیح میدم دیگه ای تست کردم یعنی بفهمیم و بتونیم یک کدی بنویسیم که گوگل بفهمه این یک مقاله معمولی نیست، دستور ساخت کیک تعداد زمان پختش 40 دقیقه چند تاست و فقط 120 سوال یک پاسخ وجود داره. این اطلاعات رو ادامه میده به صورت در نهایت دیتا بتونیم به گوگل منتقل کنیم. به احتمال زیاد گوگل در نتایج جستجو که این موارد رو هم و اول مقاله حالا خیلی ساده بگم اگه فرض کنید ما این استراکچر دیتا رو یه جور از این به بعد گوگل میفهمه که این یک این یک دستور پخت بلکه یک پرسش و پاسخ چیزای دیگه. چطور حالا میتونیم به این مقاله اضافه انجام دادیم؟ حالت خیلی سادهش اینه که کار درست انجام شده کد HTML شده کافیه بریم تو اون مقاله ویرایش رو بزنیم از حالت دیداری ببریم به حالت متن و بالای متن مقاله‌مون اون کد رو کپی کنیم ذخیره کنیم به روز رسانی کنیم تمام شد. اون کدی که بالای مقاله کپی می‌کنیم در محتوای مقاله نمایش داده نخواهد شد. ببینید اینجا یک صفحه‌ای باز از گوگل باز میشه که ولی گوگل با ایندکس کردن اون صفحه میفهمه که این یک دستور ساخت کیک، میفهمه زمان وبینار 40 دقیقه است و اطلاعات دیگه‌ای هم که می‌خوایم میتونیم به گوگل بفهمونیم
و بعداً در نتایج جستجو این رو نمایش خواهد داد. تا اینجا متوجه شدید دقیقاً چه توضیحی دادم؟ حالا روش بازش مهم نیست. عدد 5 رو بزنید اگه متوجه شدید. در این عدد 3 رو بزنید اگه تست میکنه که آیا استراکچر دیتا درسته، اصلا استراکچر دیتایی وجود داره برای این مطلب. خب تا اینجا که یه مقدار تئوری بود. حالا 3 هم یه دونه اینو در چند ثانیه آنالیز میکنه. اگر استراکچر دیتایی تو محتوا یک مثال واقعی میخونه، تشخیص میده چه نوعی هست و من که در ابتدای مقاله‌ای که جالب نمایش میده که در محتوا یک مقاله معمولی یا بردیم یک قسمت بالاش این کد رو کپی کردیم. این یک استراکچر دیتاییه که خب درسته و یک رازی که هفته قبل این استراکچر دیتایی که اول مقاله کپی شد که در کلمه گوگل چه اطلاعاتی ما اولیم در صورتی که در عنوان مقاله گوگل اینجا اصلا کلمه آموزش وبینار وجود نداره. میگه جنس این مقاله که این مقاله خاص رو هر چیزی من اومدم بهش استراکچر دیتا تعریف کردم و اضافه کردم و گفتم این مقاله یک مقاله پرسش و پاسخ. پس گوگل میفهمه که وقتی پرسش و پاسخ درباره وبیناره، اغلب سوالات در مقاله آدرس یا آموزش وبینار کسی سرچ کرد، به صورت استراکچر دیتا این اطلاعات رو به گوگل منتقل کنیم. اگر مدت‌ها بگذره و افراد زیادی از این مقاله هم کنار حتی خود پرسش و پاسخ‌ها هم نمایش خواهد. یا وقتی کلمه همون مثالی که قبلا در مورد رزرو هتل مقاله ما نتیجه اول باشه. خب این میگه که اینجا میگه نویسنده مستعد هست که به صورت ریزالت نمایش داده بشه یا پاسخ اولا میگه انسانه، مثلا گوگل خودش تشخیص داد که این یک مقاله ساده اسمش هم Q&A پرسش و پاسخه. این پرسش اطلاعات خیلی بیشتر هر کدوم کلیک کنیم پس پاسخش کافیه یک روشی پیدا کنیم و البته برای صفحات از اینا کلی وارنینگ داده یا خطا داده، استراکچر دیتا تولید وارنینگ ها یا خطا نیست تولید کنیم و این رو به ابتدای محتواهامون اضافه پیش میره. چرا این اسم زبانی که این محتواها نوشته میشه یه سری اسمش مواردی هست که دلخواه هست، لزوم میتونستم من بدون این استراکچر دیتا بنویسم، میتونستم کد HTML که من چون ننوشتم به ما اضافه بشه و به گوگل ولی خط اصطلاح صحبت کنه، به گوگل بگه که موضوع چیه. پس گوگل الان این مقاله منو به صورت یک سوالات معمولی ایندکس نکردم، به عنوان پرسش و پاسخ ایندکس کرده که این 11 حالا فرض کنید و من یک و مطمئن باشید اگه این کارو من کرده باشم و رقیبانی که گوگل در مورد کتاب این کارو چه نکرده اطلاعاتی رو میتونه بفهمه، راحت‌تر مثلا که دیدید اندازه یا قطع کتاب رو هم میشه به گوگل در نتایج جستجو قرار یا من یک همایش دادم. خب دوستان اگه براتون جالب بود و لذت بردید براش جالب اصلا میخونه که روش‌های خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنید تو یا هر چیز دیگه اصلا من چه قرار بگیرید دیتاهای و مطمئن باشید یه مدت که بگذره و زیاد کلیک راهش چیه به صورت پرسش و پاسخ همینجا نشون میده. ما یک منبع یا یک حالا بیاید یک مقاله در دیگر مدیر سبز پروژه مشترک و یکی از عجیب‌ترین پروژه‌هاییه که بین گوگل و یاهو و چند تا شرکت بزرگ رقیب به صورت مشترک کار خیلی خاصی روش انجام نشده. نتیجه شده یک وبسایتی به اسم و ببینیم در مورد این مقاله schema.org. این schema.org مرجع تمام داده‌های ساختارمندیه که گوگل تشخیصش میده، میتونه بفهمه و میتونه بخونه و در نتایج جستجو نمایش بده. برای این مقاله ما کافیه به این سایت خیلی خاصی تعریف نکردیم ولی یک کارهای ابتدایی و یکم رو همه مقالات انجام دادیم، مثلا در مورد اون چیزی که ما می‌خوایم چه پارامترایی رو میشه به گوگل فهموند، کدوم موارد اصلا از دید گوگل قابل فهم. اینم میگه ریچ ریزالت داره ولی و این سایت هم چون یکی از پروژه‌های گوگل فقط همون ستاره برای ایران که تحریم بسته شده تعریفی نشده که این داده یا این مطلب یا از مولوگری استفاده کنید مثلا کتاب باشه، رسیپه باشه، شخص باشه، سایت ها یا هر کنه. من ترجیح میدم 2-3 دقیقه بریم به صورت ریچ اسنیپت نمایش داده خواهد شد. ولی بسیار عالی. چیزی این سایت schema.org که صرفا به عنوان یک مرجع استفاده میشه و باز برگردیم به اینجا ذخیره میشه. آخرین اسلاید ها اینه که ما بیایم فقط یک سایت دیگه هم معرفی کنم که اینم خیلی قوی و خوبه. اگر نمیبینید و اسم این سایت بکنید technicalseo.com، صفحتون رو ریفرش کنید، احتمالاً از این سایت هم میتونید استفاده کنید. از این سایت این قسمت بالا تو کاستم سرچ technicalseo.com
و یک راه همینه که اینجا گزینه get started رو بزنید و میتونید از این سایت هم استفاده کنید. گزینه‌های فرض کنید من الان یک کتاب ساختن structured data رو به صفحه محصولم یا شاید تفاوت این سایت دوم اینه که روی وب پیج آماده نمیتونید این کارو بکنید. باید برید تو همین محیط خود سایت تایپ کنید و اینجا تا اطلاعات اسکیما داتا رو درباره بوک رو بررسی میکنم که چه اطلاعاتی رو میتونم به گوگل بگم. خیلی از اینها شاید اصلا برام واضح نباشه معنیش چیه، ولی فقط یه لحظه نگاه کنید که چند تا پارامتر رو میتونیم به گوگل منتقل کنیم. من اسکرول میکنم ببینید چند تا پارامتر فقط نمیتونم من بشمارم، ولی شاید بیشتر از 100 تا پارامتر رو میتونیم در مورد یک کتاب به گوگل منتقل کنیم. یکی از اینها مثلا بوک ادیشن هست، یعنی اگر ما در کدمون بنویسیم بوک ادیشن و اینجا ادیشنش رو بنویسیم مثلا سومین چاپه، تو نتایج گوگل نمایش داده میشه. یه پارامتر دیگه بوک فرمته. حالا فرمت کتاب چه چیزهایی میتونه باشه نمیدونیم، میایم اینجا روی بوک فرمت تایپ کلیک میکنیم ببینیم بوک فرمت یا فرمت کتاب ما چه پارامترایی میتونه باشه. میتونه آدیو بوک فرمت باشه، عین این باید تایپ بشه، میتونه ای بوک باشه، میتونه گرافیک ناول باشه، هارد کاور باشه، پیپر بک باشه. پس 5 تا گزینه داریم و همینطور میایم پایین مثلا تعداد صفحات رو هم میتونیم به گوگل بگیم که کتاب ما چند صفحه هست و اینها به اصطلاح یک کدی میشه. این کد به هیچ وجه نمیتونه این قسمتاش فارسی باشه. این که نوشته نامبر اف پیج باید یه اینتیجر یعنی یک عدد صحیح باشه. بعضی قسمت‌ها نوشته میتونه تکست باشه. پس بعضی قسمت‌ها میتونه فارسی باشه ولی اغلبش مثلا بوک فرمت دقیقاً جلوش باید یکی از این 5 مورد تایپ بشه، یا آدیو بوک فرمت یا ای بوک یا هر چیزی که برای گوگل قابل فهم باشه. و خیلی چیزای دیگه، مثلا بزنم رسیپه، مثلا دستور ساخت یک غذا رو می‌خوایم ببینیم چه پارامترایی میتونیم به گوگل بگیم. میتونیم کوک تایم، زمان پختش رو بگیم، روش پختش رو بگیم، از لحاظ تغذیه چه چیزهایی داره، گروه رسیپه مثلا کیک، نمیدونم غذاست یا هر چیزیه و خیلی اطلاعات دیگه. پس ما میتونیم هر وقت خواستیم از سایت schema.org که منبع یا دیتابیس تمام این اطلاعات هست، structured data هست، مراجعه کنیم و ببینیم چه پارامترهایی رو میشه تعریف کرد. و این سایت schema.org برای دادن داده های ساختار یافته یا دیتا استراکچر انقدر معروف شده که کم کم خیلی ها به جای این که بگن استراکچر دیتا این مقاله رو من میخوام درست کنم، میگن اسکیمای این سایت رو میخوایم درست کنیم، اسکیمای این مقاله رو میخوایم درست کنیم. و انقدر رایج شده که اغلب پلاگین های وردپرسی دیگه اسمش اصلا توش استراکچر دیتا شاید نداشته باشه، بلکه پلاگین های اسکیما بیشتر میشناسند. خب بذارید برگردیم به پاورپوینتمون و مطلب رو ادامه بدیم. خب حالا به یک سوال خیلی مهم و کلیدی میرسیم. خب این موضوع خیلی پیچیده است. ما نمیتونیم برای یک مقاله پخت کیک بیایم این همه کد پیدا کنیم و جلوش چی بنویسیم و چطور درست کنیم و چطور به سایت اضافه کنیم. پس به این نتیجه میرسیم که روش‌های ساده‌تری استفاده کنیم. پس الان من میخوام در این زمینه صحبت کنم که چطور میتونیم یک اسکیما تولید کنیم، که کلمه اشتباهیه ولی از این به بعد همین رو خواهیم گفت. اصطلاح درستش اینه چطور میتونیم یک structured دیتا تولید کنیم یا یک داده ساختار یافته تولید کنیم و به محتوای سایتمون اضافه کنیم تا گوگل بتونه اطلاعات دقیق سایتمون رو بفهمه. 3 تا روش وجود داره. یک روش اینه که کد مستقیم این structured دیتا خودمون بنویسیم که مسلماً نه توصیه میشه نه معقوله چنین کاری، چون ما دیجیتال مارکتر هستیم، نمیخوایم بشینیم کد بنویسیم و خطا داشته باشه و ایرورهاشو پیدا کنیم. راه دوم استفاده از وبسایت‌های کمکیه. وبسایت‌هایی وجود دارن که من الان یکیشو به شما نمایش خواهم داد که خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنید میتونیم توسط این وبسایت‌ها اون کد استراکچر دیتا رو تولید کنیم بدون یک سطر کد نوشتن یا هیچ کار پیچیده. که معروف ترین وبسایتی که این کار رو انجام میده همون سایت گوگل، خودش این ابزار رایگان رو داره. و یک راه سومی هم وجود داره که از پلاگین های خاص
structured data یا اصطلاحاً پلاگین های اسکیما استفاده کنیم. به نظر شما کدوم گزینه بهترینه؟ عددش رو بفرستید، 1، 2 یا 3. خب خیلی از دوستان نوشتید 3. من الان میخوام این توضیح رو بدم که اغلب پلاگین های وردپرس که این کارها رو انجام میده هیچ کدومش تمام حالتهایی که ما میخواییم و توش نداره. یعنی توصیه من اینه که حتما از یک پلاگین وردپرسی استفاده کنیم که چند دقیقه بعد معرفی خواهم کرد، ولی در کنارش استفاده از این سایت های کمکی رو کاملا بلد باشیم. استفاده از این سایت های کمکی رو بلد باشیم که اگر یک امکان خاصی خواستیم که پلاگینمون نداشت، بیایم خودمون اون کد استراکچر دیتا رو تولید کنیم و استفاده کنیم. پس الان بریم سراغ یک کار عملی و ببینیم که چطور میتونیم یک استراکچر دیتا رو توسط سایت های کمکی تولید کنیم. برای ساخت استراکچر دیتا من توصیم گوگل استراکچر دیتا مارکاپ هلپره که آدرسشون لازمه حفظ کنیم، نه اصلا این اسم طولانی رو لازمه به خاطر بسپاریم. کافیه که هر بار لازم شد اینو بوکمارک کنیم، یه جایی ذخیره کردیم، فقط بازش کنیم و استفاده کنیم. پس خیلی جای نگرانی نیست اگه حفظ نیستیم که اسم این صفحه چیه. من الان اینو باز میکنم و باز اسکرین شیر میکنم که بتونیم یک کار عملی کوچیکی با هم انجام بدیم. پس کافیه تو گوگل سرچ کنید گوگل Structured Data Markup و البته کلمه هلپر هم تهش باید بزنیم که اون به اصطلاح ابزار گوگل باز بشه که کمک میکنه این صفحات رو درست کنیم. من الان یه بار دیگه پس باید شیر کنم اسکرینمو. این صفحه گوگل Structured Data Markup Helper که اسمش هم دار سخته ولی مهم نیست، هر بار لازم شد فقط کافیه بوکمارک کنید و بازش کنید. اینجا همونطور که میبینید چند نوع Structured Data مشخص رو میتونه براتون تولید کنه. مثلا Articles که حالا توش چه المان هایی هست، چه چیزهایی هست، مثلا نام نویسنده مقاله و نوع مقاله و چیزایی مثل این. ایونت مثلا برای رویدادها، همایش‌ها، برنامه‌ها و چیزایی مثل این. لوکال بیزنس مثلا میتونید صفحه درباره ماه خودتون رو با این گزینه لوکال بیزنس تعریف کنید که تمام اطلاعات کسب و کارتون، اطلاعات تماستون و خودتون توش باشه و گزینه‌های دیگری هست. و همونطور که چند دقیقه بعد توضیح خواهم داد، همه این گزینه‌ها یا اکثر شما اصلا هیچ وقت استفاده نمی‌کنیم، چون ترجیح ما اینه که با پلاگین این کارها رو انجام بدیم. تو وردپرس خیلی راحت‌تره، ولی شاید موارد خاصی پیش بیاد که پلاگین اون امکان رو نداره و به این گزینه‌ها مراجعه کنیم. مثلا شاید پلاگین ما همین گزینه لوکال بیزنس رو نداشته باشه. و یه گزینه هم داره به اسم Question and Answer Page. کاربرد این چیه؟ کاربرد Question and Answer Page دقیقاً اینه که ما یک سوال مطرح میکنیم و جوابهای مختلفی برای این سوال دیگران مینویسند و میتونیم تعریف کنیم بهترین پاسخ کدومه، بدترین پاسخ کدومه و چیزایی مثل این. این گزینه فرق داره با گزینه FAQ یا پرسش و پاسخ سوالات متداول که اینو نشون خواهم داد چطور انجام بدیم، ولی این یک گزینه متفاوتی هست. حالا فقط برای مثال من یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنم و این قسمت زیر میتونیم URL یا لینک اون صفحه رو وارد کنیم. من الان یک صفحه رو باز کردم، مثلا چگونه وبینار برگزار کنیم. میام این لینکش رو کپی میکنم، اینجا استارت تارگتینگ رو میزنم و بعد از چند ثانیه میبینم که این ابزار گوگل خودش این صفحه ما رو دقیقاً نمایش میده و ما میتونیم بدون اینکه کوچکترین کدی بنویسیم یا کار خاصی بکنیم، خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر میکنید بتونیم استراکچر دیتا لازم برای این صفحه رو تولید کنیم که بعداً بریم در وردپرس، ویرایشگر وردپرس و اونجا اون متن یا این کد رو کپی کنیم. مثلا یه قسمتی رو، این قسمت رو من نوع سلکت همینه، یه جایی رو میگیریم میکشیم
تا انتخاب بشه ماوس رو رها میکنیم، هیچی کلیک نمیکنیم، خودش این گزینه ها میاد. مثلا ما میگیم این نام مقاله است، پس اتوماتیک اینجا در جلوی نیم میره این قرار میگیره. اینجا آتور یا نویسنده رو میخوایم معرفی کنیم. مثلا من میتونم بیام این قسمت رو سلکت کنم و بگم این آتور یا نویسنده است. اتوماتیک در بخش نویسنده ژان بوغوسیان اضافه میشه، یا دیت پابلیشد، یا ایمیج، یا آرتیکل سکشن، آرتیکل بادی. اصلا کل قسمت اصلی مقاله یا بادی مقاله از کجا شروع میشه. میتونم از اینجا انتخاب کنم تا پایین‌تر. حالا انتخاب یه مقدار سخته اینجا، ولی اینو میتونیم انتخاب کنیم و پایین بیایم و این قسمت رو بگیم که مثلا بادی مقاله یا قسمت اصلی مقاله است و پابلیشر، ناشر این مقاله کیه و هر قسمت دیگه رو خواستیم میتونیم اضافه کنیم. و بعضی از قسمت هم شاید تو متن مقاله ما نباشه، مثلا دیت پابلیشد، تاریخ شما توی ماده سبز تاریخ گذاشتن مقاله رو اینجا به صورت متن نشون نمیدیم، پس میتونیم بیایم اینجا add missing tags رو بزنیم و اینجا بیایم مثلا تاریخ رو انتخاب کنیم date published و البته این آتو دیتکت هم داره، میتونیم خودمونم سال و روز و همه چی رو تعریف کنیم. پس یکی از این گزینه ها رو قرار میدیم و همینطور جلو میریم. در نهایت چه اتفاقی میافته؟ در نهایت میایم گزینه create HTML رو میزنیم و اینجا به ما این structured data لازم رو میده و این structured data به چه دردی میخوره؟ اینو کافیه کپی کنم، من برم در این مقاله ویرایش رو بزنم، ویرایشگرم رو به حالت متن ببرم و قسمت بالای مقاله، میدونید بادی مقاله از اینجا شروع میشه، قسمت بالای این در حالت متن کپی کنم. عین این کد رو اگه کپی کنم از دید گوگل دیگه هیچ فرقی نمیکنه، این structured data به این مقاله اضافه شده. خب پس این یک گزینه بود استفاده از ابزار گوگل، ولی یک ابزار خیلی بهتری رو میخوام معرفی کنم که اغلب ما از این ابزار دوم استفاده خواهیم کرد و آدرس سایتش هم اینه technicalseo.com/tools و تو این ابزارهایی که این سایت تکنیکال سئو داره یک ابزار بسیار خوب داره به اسم اسکیما جنریتور. البته ما میتونیم مستقیم از همین آدرس هم همیشه استفاده کنیم technicalseo.com/schema markup generator و تو این صفحه اگه وارد بشیم ما میتونیم انواع اسکیما ها رو به راحتی تولید کنیم و امکانات خیلی بیشتری داره نسبت به اون ابزار گوگل. من الان میخوام یک مورد واقعی انجام بدم و این مقاله رو میبینید که در مورد وبینار جنس مقاله پرسش و پاسخه، یه پرسش و یه پاسخ، 11 تا پرسش و پاسخه. میخوام یک structured دیتایی درست کنم که گوگل این مقاله رو به صورت پرسش و پاسخ نشون بده. پس میام اینجا توی اسکیما مارکاپ جنریتور، اینجا نوع اسکیما رو انتخاب میکنم که اینجا میبینیم گزینه‌های بیشتری داریم نسبت به گوگل. اسم این گزینه‌ای که من میخوام FAQ پیج، یعنی پیج یا صفحه‌ای که سوالات متداول هست و خیلی کار ساده است. اینجا میگه سوال اولتون رو وارد کنید، میرم از اینجا کپی میکنم سوال اول رو. تنها مشکلی که داره اینه که مثل اون ابزار گوگل نمیتونید از URL بخونید و صفحه رو باز کنید، باید دستی اینا رو کپی پیست کنید. خب پاسخ این سوال چیه؟ اینه. باز کپی میکنم اینو اضافه میکنم. این اولین قسمت استراکچر دیتا من تولید شد، اولین پرسش و پاسخ. الان میخوام سوال اضافه کنم، کافیه اینجا اد کوئسچن رو بزنم، کوئسچن 2 و اینجا بیام سوال دومم رو کپی کنم و پاسخ دومم رو زیرش کپی کنم و همینطور کار رو ادامه بدم تا تمام پرسش و پاسخ‌ها اینجا اسکیماش یا همون استراکچر دیتاش تولید بشه. حالا من فقط تا سوال 3 پیش میرم و پاسخش هم اینجا کپی میکنم. ما همین کار رو میتونیم تا پایان مقاله ادامه بدیم و اینجا یک کد مفصلی تولید میشه که نه تنها پرسش ها هست بلکه پاسخشون هم هست. در واقع کل مقاله‌مون تو این استراکچر دیتا هست، ولی ما هیچ کاری با مقاله نداریم. اینو بالای مقاله کپی میکنیم، خود مقاله هم سر جای خودش باقی میمونه و به این طریق وقتی کارمون تموم شد ادامه دادیم تا آخر، میتونیم این کد تولید شده رو کپی کنیم که بتونیم در مقاله‌مون استفاده کنیم و اینجا از ابزار تست گوگل هم میتونیم استفاده کنیم که
همون Structured Data Testing Tool هست که نشون دادم لینکشو. این کد رو اینجا میاره و ما این دکمه validate یا play رو میزنیم. اینجا میگه گوگل خودش تشخیص میده که این اسکیما یا این Structured Data که تولید کردیم مربوط به یک صفحه FAQ پیج یا پرسش و پاسخه و اینجا 0 errors و 0 warnings، یعنی هیچ مشکلی نداره، اسکیما کاملا درست تولید شده و اینجا خیلی شیک به صورت دسته‌بندی نشون میده که مثلا این پرسش اوله، این پاسخشه، پاسخ پذیرفته شده است و این دومی جنسش این کوئسشن این خط و این جنسش انسر و تا آخر و اینو کپی کردم. کافیه این متنی که کپی کردم یا این کدی که کپی کردم در اول مقاله اضافه کنم. حالا من همین کار رو انجام دادم و میخوام به شما نشون بدم که گوگل چطور نشون میده این مقاله رو. من اینجا سرچ میکنم آموزش وبینار و اینجا میبینیم وقتی نتیجه جستجوی آموزش وبینار نشون میده، این زیرش همین قسمت FAQ یا سوالات و پاسخ‌ها یا سوالات متقابل اضافه شده. اگه کسی بیاد اینجا و روش کلیک کنه همینجا میتونه پاسخ رو بخونه و اگه دکمه مو رو بزنه میاد تو سایتتون و مطمئن باشید استفاده از این روش که زیر نتایج جستجو یا اسنیپتتون پرسش و پاسخ نشون بده، خب خیلی به چشم میاد و افراد بیشتری کلیک میکنن روی نتیجه جستجوی شما. من حالا تو این کلمه خاص آموزش وبینار چون اول هستیم شاید خیلی مزیتی احساس نکنید، ولی مثلا من سرچ کنم چگونه وبینار برگزار کنیم. در این نتیجه جستجو ما اول نیستیم، ببینید گزینه‌های دیگه‌ای هم هست، ولی نکته اینه که تو این نتایج جستجو سومی که ما هستیم این پرسش و پاسخ هم زیرش هست و خیلی حجم بیشتری از صفحه رو گرفته، به چشم میاد و احتمال اینکه افراد روی این گزینه کلیک کنن خیلی بیشتره. پس حتی توی عبادت‌هایی که اول نیستیم به خصوص این خیلی مزیت بزرگیه که از این روش استفاده کنیم. پس تا اینجا دیدیم که هم با استفاده از ابزار گوگل که اسمش Structured Data Markup Helper میتونیم این Structured Data ها رو تولید کنیم و هم یک گزینه بهتر استفاده از سایت technicalseo.com. البته ابزارهایی مثل این دو تا سایت که نشون دادم خیلی فراوان وجود دارن. کافیه شما در گوگل عبارت Structured Data Generator یا Schema Generator یا Schema Markup Generator رو سرچ کنید و میتونید از هر کدوم از این سایت ها استفاده کنید، کد Structured Data رو تولید کنید و ابتدای مقالتون اضافه کنید. و سومین روش استفاده از پلاگین های وردپرسه. من توصیه‌ام استفاده از یک پلاگین بسیار معروف و خوبیه به اسم WP Schema Pro. باز تاکید میکنم که این اسم این پلاگین ها توش اسکیما داره، شاید خیلی درست انتخاب نشده. ما با این پلاگین اسکیمایی درست نمیکنیم. اسکیما اون سایتیه که منبع و دیتابیس این است. ما داریم Structured Data درست میکنیم، ولی چون انقدر این دوتا کلمه جای هم استفاده شده، ما هم از این به بعد هر وقت گفتیم میایم اسکیما تولید میکنیم منظور اینه که همون Structured Data رو تولید میکنیم. این پلاگین یک امکانات بسیار خاص و عجیب غریبی داره و میتونید یک بار مثلا برای همه مقالات تعریف کنید که هر مقاله‌ای که دارم مثلا امتیاز زیر مقاله اتوماتیک بره تو بخش ریتینگ ها، نام نویسنده مقاله اتوماتیک بره تو بخش آتور و این اتوماتیک همه این فیلدها تعریف بشه و به محض اینکه ذخیره کردید اگه شما 1000 تا مقاله هم تو سایت دارید در عرض چند ثانیه به این 1000 تا مقاله به صورت خودکار Structured Data اضافه میشه. پس وقتی که این پلاگین رو نصب میکنید و تعریف‌ها رو انجام میدید که جلسه بعد توضیحاتش رو خواهم داد و آموزش خواهم داد، شما شاید در نیم ساعت یک ساعت بتونید کاری کنید تمام محتواهای سایتتون Structured Data داشته باشه. ولی این پلاگین یک ضعفایی هم داره. مثلا گزینه Question and Answer رو نداره، Q&A نداره. همین مقاله آموزش وبینار رو که دیدید چون این پلاگین نداشت من مجبور شدم با همین گوگل Structured Data این امکانی که گوگل داشت اینو درست کنم و توی ادیتور وردپرس به صورت متن اون کد رو کپی کردم که الان اضافه شده. ولی بسیاری از حالت‌ها رو این پلاگین داره و کارتون رو بسیار راحت خواهد کرد. امروز مطالب اینا داره سنگین و شاید تا حدی گیج کننده به نظر برسه،
ولی یه بار دیگه در حد 1 دقیقه مرور کنیم، کل صحبت امروز من در مورد این بود که از لحاظ فنی یا تکنیکال چطور میتونیم سایتمون رو سئو کنیم و پاسخش همین 3 تا مورد بود. حداقل چیزهایی که باید رعایت کنیم: سرعت سایتمون رو بهبود بدیم که با سایت gtmetrix.com میتونیم چک کنیم و بهبود بدیم. دومین مورد استفاده از SSL بود. استفاده از SSL که چطور میتونیم سایتمون رو امن کنیم و اون لوگوی یا علامت قفل بیاد کنار لینک هامون، نوشته ها تو آدرس بار. و سومین گزینه استفاده از داده های ساختارمند یا structured data بود که اول خیلی پیچیده به نظر رسید و کم کم دیدیم در عمل لازم نیست خیلی کار سختی انجام بدید. یک پلاگین نصب میکنید یا سری پارامترها رو تعریف میکنید که بعداً خواهیم دید و کل کار انجام میشه. و این پلاگین که اسمش WP Schema Pro هست، این امکانو داره که روی یک صفحه خاص هم کارهای خاصی انجام بدیم و من توصیه میکنم این پلاگین رو حتما بخرید. از jacket.com میتونید بخرید. اگر یادتون مونده باشه با کوپن تخفیف مدیر سبز میتونید 25% تخفیف برای خریدهای پلاگینتون داشته باشید از سایت jacket.com که این کوپن هم حداقل تا آخر سال فعال خواهد بود. خب خیلی ممنون که امروز هم همراه شدید. الان در حد چند دقیقه اگه سوالی دارید، سوال دقیق و موردی، میتونید بپرسید. فقط سوالات مربوط به ابهامات این جلسه باشه. اگر سوالی دارید که چه کارهایی میشه انجام داد و موارد خاص، اونها رو بذاریم جلسه بعد و فقط در بخش Q&A مود این سوالات رو لطفاً بنویسید. خب یک سوال یکی از دوستان خانم زهرا چراغی پرسیدن چطور بفهمیم کدام پلاگین سرعت سایت ما رو پایین آورده. اگر مشکوک هستیم که یک پلاگین سرعت سایت ما رو پایین آورده، یک پلاگین معروفی هست که نشون میده کدوم پلاگین سایت ما رو کند کرده. اسم این پلاگین 3 تا پی انگلیسی پشت سر همه، پی که مخفف پلاگین پرفورمنس پروفایلره. بله، پلاگین پرفورمنس پروفایلر. 3 تا پی رو توی پلاگین های وردپرس سرچ کنید و اون پلاگین رو نصب کنید. در چند دقیقه چندین بار سایتتون رو چک میکنه و میگه که کندترین پلاگین کدومه یا کدوم پلاگین باعث شده که سرعت سایتتون کند بشه. پس از این پلاگین 3 تا پی یا پلاگین پرفورمنس پروفایلر میتونید استفاده کنید. خب دوست دیگه ای پرسیدن همون اول مقاله در ادیتور وردپرس کپی کنیم. اگر از پلاگین های اسکما استفاده میکنید که خودش میبره زیر هدر کپی میکنه، اصلا تو متن مقاله نمیاد، تو متن مسئول هم نمیاد، کار خیلی تمیزتر و اصولی تریه. ولی اگر یک کار خاصی خواستید انجام بدید، یه استراکچر دیتایی خواستید که پلاگین نمیتونه تولید کنه، تو اون حالت خاص بله میریم تو گوگل اون استراکچر دیتا رو تولید میکنیم، میریم تو اون مقاله یا محصول، میذاریم ویرایشگرش رو در حالت متن و بالای مقاله کپی میکنیم. مقاله هم سر جاش هست، دقیقا همینطوریه. خب کلمات انگلیسی که استفاده میکنید تو سوال ترتیب کلمات رو به هم میریزه. الان من دقیقا نمیتونم متوجه بشم چی نوشتید. و عکس رو اخطار JS یک سری فایل های داخل سایت میده و میگه باید زمان کش شدنشون مشخص بشه. پلاگینی داره برای این کار؟ متوجه شدم چی میگید و پاسخش اینه همین 2 تا پلاگینی که معرفی کردم شاید 20-30 تا کار انجام میدن که یکی از کارها همینه که زمان کش شدن فایل ها رو تعریف میکنه. پس همین پلاگین WP راکت یا رایگان اگه خواستید WP Fastest Cache این کار رو براتون انجام میده. سوال بعدی، برای چیزی مثل دستور ساخت پخت کیک چطور اسکما بسازیم؟ ابزار گوگل گزینه‌شو داشت؟ بله داشت، به اسم رسیپه داشت. رسیپی اگه هم نداشت با سایت های دیگه اون یکی سایتی که معرفی کردم داره و همینطور پلاگین WP Schema Pro رسیپه داره. پس میتونید خیلی راحت تو اون وارد کنید، زمان پخت و این چیزا رو وارد کنید و خودش کد رو تولید میکنه. این سوال همیشگی و تکراری، آیا تعداد زیاد پلاگین سایت باعث کندی سایت میشه؟ مسلماً باعث میشه. دقیقاً مثل اینه که بپرسید توی یک اتاقی هرچه مبلمان و بار بیشتری بذاریم سنگین‌تر میشه. بله مشخصه، ولی
یه سری از پلاگین ها لازم نصب بشه و اگه هاستتون خوب باشه شاید تا 50 یا 60 تا پلاگین خوب با مشکلی مواجه نشید. پس خیلی نگران تعداد پلاگین نباشید که یه سری امکانات رو فدا کنید برای اینکه تعداد پلاگین ها زیاد نشه. هاستتون رو میتونید گرونتر و بهتر انتخاب کنید که این مشکل جبران بشه. با توجه به اینکه شما از سیستم ایمنی سایت استفاده میکنید، آیا سایت شما هم هک میشه؟ هر سایتی ممکنه هک بشه. دقیقاً مثل این سوالتون که یک خونه‌ای دزدگیر داره، قفلم داره، آیا باز امکان داره کسی بتونه بیاد تو؟ بله. یک فرد خیلی باهوش باز میتونه یک راهی پیدا کنه و لطمه بزنه. مهمتر از این که هک بشه یا نه اینه که طوری موارد امنیتی رو سایتتون تعریف کرده باشید که هر مورد مشکوک همون لحظه براتون ایمیل بشه و وقتی ایمیل شد سریع جلوشو بگیرید، منتظر نموند یک روز بگذره که دیگه نتونید کاری بکنید. و یه پلاگین معروف امنیتی برای وردپرس وجود داره به اسم Items Security که اون رو نصب کنید میتونید تعریف کنید هر لحظه اتفاق مشکوکی رو سایت افتاد بهتون گزارش بشه. خب یک سوال بسیار خوب آقای امامی، سایت من بخش امتیاز به مقاله نداره، آیا میشه تعیین کرد که مثلا به همه مقالات امتیاز 4 از 5 بده؟ پاسخ من اینه با پلاگین WP Schema Pro میتونید تعریف کنید به همه مقالات 5 بده، ولی اون گوگل اون طرف میفهمه که این یک امتیازه، 100 نفر نیومدن امتیاز بده. و یک خبر خیلی خوب اینه که پلاگین WP Schema Pro خودش این امکان رو داره که امکان ستاره دادن و امتیاز دادن رو زیر مقالاتتون اضافه کنه. یعنی نه تنها structured دیتا تولید میکنه براتون، بلکه امکان ستاره گذاشتن و امتیاز دادن به مقالات هم خودش داره. میتونید از اون گزینه استفاده کنید خودش اضافه کنه زیر مقالات. لایت سپید کش با WP راکت تداخل داره؟ حالا سوال خیلی تخصصیه ولی پاسخ اینه نه، تداخل نداره. حتی میتونه WP راکت امکانات تنظیمات لایت سپید رو هم به درستی خودش انجام بده. خب دوست دیگه ای پرسیدن این پلاگین رو نتونستم پیدا کنم. اولا که این سوال شما نپرسیدید اصلا. دومین نکته اینه که اسم کاملش رو سرچ کنید، پلاگین پرفورمنس پروفایلر. و من همین الان بذارید سرچ کنم که چطور پیدا نکردید. wordpress.org/plugins میرید و اونجا 3 تا پی سرچ میکنید. بله جز اولین نتایج با 3 تا پی سرچ پیدا نکرد، ولی همون پلاگین پرفورمنس پروفایلر رو که سرچ میکنید بله جز اولین نتایج میاد. پس اسم کاملش رو سرچ کنید. خب بریم سوالات بعدی. دیتا استراکچر هایی که تعریف میشه توی حالت موبایل و دسکتاپ به صورت یکسان نمایش داده میشه یا ممکنه توی موبایل نیاده؟ ما فقط میتونیم دیتا استراکچر رو تعریف کنیم، ولی گوگل که تصمیم میگیره اصلا اون رو تو نتایج نشون بده یا نه، و گاهی اغلب اینها رو شاید رو موبایل نشون بده رو دسکتاپ نشون نده و برعکس. دقیقاً حرف شما درسته. پس خیلی این موضوع دست ما نیست، خودش تشخیص میده که کجا و کی نمایش بده. خب ظاهرا سوالات تموم شد. خیلی ممنون از دوستان که امروز هم شرکت کردید. موضوع امروز یه مقدار سنگین بود. لطفاً حتما ویدیوشو چند بار ببینید، سعی کنید اجرا کنید این مطالب رو و در جلسات بعد میریم موارد کاربردی تر و کار با پلاگین هم خواهید دید. با یوسئو کار خواهیم کرد، با همین پلاگین اسکما کار خواهیم کرد و 100% اجرایی تمام مطالب رو در جلسات بعد خواهید دید. مرسی که همراه بودید امروز و جلسه رو به پایان میرسونیم. امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشید.